شما تخم مرغ رو چجوری توی یخچال می‌ذارید؟ اینجوری یا اینجوری؟ اصلا مگه مهمه؟ تا حالا به این فکر کردید که چرا توی بسته‌بندی سر پهن تخم مرغ به بالاست؟ این به دلیل وجود فشار هوایی در قسمت پهن تخم مرغه. توی قسمت پهن تخم مرغ یک قسمت خالی وجود داره که در داخلش هوا هست. وقتی شما سمت پهن تخم مرغ رو به بالا می‌ذارید، اولا باعث حفظ تازگی تخم مرغ میشه، چون در این حالت ذره در مرکز قرار میگیره. این وضعیت جلوی نفوذ میکروارگانیسم‌ها به داخل ذره رو میگیره و باعث تازه موندن تخم مرغ میشه. دوما وقتی قسمت نوک‌تیز تخم مرغ رو به سمت بالا بذاریم، فشار بیشتری به قشای داخلی وارد میشه و میتونه باعث فشار اومدن به خود قشا و یا حتی شکستگی پوست تخم مرغ بشه. سوما اینکه باعث افزایش طول عمر و ماندگاری تخم مرغ میشه. حالا از این به بعد تخم مرغ اینجوری نگهداری کنید یا اینجوری. من دکتر فاطمه امینی نجفی هستم و اینجا در پرتو بشاش باورهای غلط غذایی رو بررسی می‌کنیم.